سرخط خبرها. تمجید روسیه از عملکرد امارت اسلامی در افغانستان. ولادیمیر پوتین گفت که امارت اسلامی داعش را مهار و کشت تریاک را کاهش داده است. هزینه 144 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان در 20 سال. سیگار میگوید واشنگتن با این مقدار کمک در ایجاد دولت باثبات و دموکراتیک ناکام ماند. افزایش اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان. گزارشگران بدون مرز گفته دست کم 20 خبرنگار افغان در سال روان اخراج شدند. و تلاش ترامپ برای اجرای مرحله دوم آتشبس غزه. این مرحله شامل خروج اسرائیل، استقرار صلحبانان بین المللی و تشکیل حکومت جدید است. درود بر شما. بر مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 14 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 5 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تمجید از عملکرد امارت اسلامی در افغانستان گفته که حکومت کنونی به گونه آشکار کنترل افزای افغانستان را در دست دارد و این موضوع واقعیتی است که باید پذیرفته شود. پوتین افزوده که امارت اسلامی به صورت فعال با هراس افغانی از جمله داعش مقابله می‌کند و تولید تریاک را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. گزارش از ناهید اندر. در حالی که برخی از کشورها تلاش دارند افغانستان را ناامن جلوه دهند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات تازه این ادعاها را رد کرده است. پوتین در جریان سفر 2 روزه‌اش به هند برای شرکت در 23مین اجلاس سالانه هند و روسیه در گفتگو با یک رسانه هندی گفته است که امارت اسلامی کنترل اوضاع در داخل افغانستان را در دست دارد. او افزوده است که امارت اسلامی علیه گروه‌های تروریستی به ویژه داعش اقدام کرده و تولید تریاک را به گونه چشمگیر کاهش داده است. پوتین تاکید کرده که مقام‌های امارت اسلامی به طور فعال با تهدید مواد مخدر از داخل مرزهایشان مقابله می‌کنند. دا چې ولادیمیر پوتین د انډیا ټوډے ورځپاڼې سره په مخفله مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان رسمیت پیژندنه په دې معنا ده چې په ټول افغانستان باندې یو حکومت حاکم دی او په هغه کې قوانین پلي کیږي. د تروریزم او د مخدر موادو سره په کلکه مبارزه کړې ده، صفر ته راوستلې دي. نو دا په خپله د هغه د نړیوال سیاست یوه برخه ده چې روسیې ولوباوه تر څو پورې چې نورو هیوادونو ته هم د الهام ورکړي. با این حال شماری دیگر از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که روسیه نیز باید سیاست خود را مطابق با واقعیت‌های افغانستان و منافع متفاوت تنظیم کند. قدرت‌های منطقوی تلاش می‌کنند تا یک ائتلاف بزرگتر داشته باشند. از یک طرف نیاز دارند مسائل اقتصادی تو تنظیم تجارت، خصوصا نیازمندی‌های هندوستان در مسائل انرژی و از طرف دیگه مسائل دفاعی و با هم با کشور روسیه ناگزیر است تعامل داشته باشند و از طرف دیگه یعنی به حساب توازن قدرت هم در سطح جهانی یعنی کوشش میکنن، تلاش دارند که این توازن گویا برقرار بکنن. بسیار ضرورت است که برنامه‌های حاکمان روسیه بر بنیاد منافع ملی و قوانین بین‌المللی و خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این مقام‌های امارت اسلامی گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده و کشت تریاک نیز به صفر رسیده است. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در آخرین گزارش خود اعلام کرده که از سال 2002 تا میانه 2021 امریکا بیش از 144.7 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داده، اما در ایجاد یک دولت باثبات و دموکراتیک در افغانستان ناکام مانده. باز هم گزارش از ناهید اندر.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که از سال 2002 تا میانه 2021 امریکا بیش از 144.7 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داد، اما در ایجاد یک دولت باثبات و دموکراتیک ناکام ماند. بر اساس گزارش سیگر از این مبلغ بیش از 89 میلیارد دلار به بخش امنیتی، حدود 36.3 میلیارد دلار به حکومتداری و توسعه، 9.4 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر و 4.7 میلیارد دلار به کمک‌های انسانی اختصاص یافته است. این پول کاملا در افغانستان به مصرف نرسیده، برای که در جیب یک تعداد از دزدا مفسدین افتاد و همچنان مفسدین خودشان که با دم جوال با مفسدین افغانستان گرفته بودن، بالاخره پول غارت کردن. برای مردم افغانستان چیز نرسید. با آنم مقداری از این پول به دسترس مردم افغانستان قرار گرفته، باز از این صورت گرفته، بعضی سراکا ساخته شده. در این گزارش دلایلی چون فساد گسترده، تصمیم‌های نادرست، اهداف غیر واقع بینانه، ساختارهای ناکارآمد، عدم شناخت کافی از افغانستان و ادامه جنگ از عوامل شکست این ماموریت عنوان شدند. سیگر افزوده است که امریکا با حمایت از بازیگران فاسد و ناقص حقوق بشر و ناکامی در ایجاد نهادهای پایدار بر مشکلات افزوده بود. دلیل اصلی شکست امریکا در افغانستان نادیده گرفتن واقعیت‌های بومی جامعه بود. یعنی آنها با همین نسخه تحمیلی وارداتی ساخته خودشان می‌خواستند بالای مردم افغانستان حکومت نمایند و ارزش‌ها و واقعیت‌های میدانی مردم افغانستان را نادیده گرفته بودند. با باور شمار از آگاهان سیاسی، هدف اصلی هزینه‌های هنگفت امریکا در 20 سال گذشته بازسازی افغانستان نبود، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی خود در چارچوب رقابت بزرگ منطقه‌ای بود. امریکا در 20 سال حضورش در افغانستان با مصرف نمودن میلیاردها دلار به خاطر ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان نیامده بود، بلکه امریکا اهداف بزرگ استخباراتی به خاطر مهار کردن رقابت‌های بین‌المللی خود در منطقه آمده بود که در 20 سال حضورش یا در 50 سال گذشته جنگ افغانستان امریکا به یک قسمت بزرگ اهداف خود رسید، اما رقابت‌های بین‌المللی که در منطقه با امریکا وجود داره برنامه‌های امریکا را به کندی ساخته که باعث نگرانی امریکاست. از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که نه تنها عوامل داخلی بلکه عوامل خارجی نیز در این فساد گسترده نقش داشته است. حقیقت او انجوهای خارجی، جمع انجوهای داخلی، جمع او سیاستمدارایی که زمینه رو میساخت و جمع او کسایی که در پارلمان شکل کمیشن کاری رو میکرد، او در حقیقت مسئول هستند. یعنی مانا داره که در این ضایع شدن پولها انجوهای خارجی، انجوهای داخلی، سیاستمدارای ما و به خصوص پارلمانیایی که او وکیلایی که کمیشن کار بودن چنین کار را انجام میدادن. ثانی است که پس از رویداد 11 سپتامبر 2021 امریکا به بهانه مبارزه با هراس‌افکنی و بازسازی افغانستان به این کشور حمله کرد. این جنگ 20 سال ادامه یافت و سرانجام در اگست 2021 امریکا به گونه شتاب زده از افغانستان خارج شد. این نبرد طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا به شمار می رود و برای افغانستان نیز پیامدهای ویرانگری به جا گذاشت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که پاکستان دست کم 20 خبرنگار افغان را که در سال 2025 به این کشور آمده بودند به افغانستان بازگردانده است. در این گزارش آمده که با افزایش اخراج‌ها ده‌ها خبرنگار دیگر نیز اکنون در پاکستان در ترس زندگی می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقام‌های پاکستانی خواسته که بر روند اخراج خبرنگاران افغان پایان دهند و از جامعه جهانی نیز خواسته که مسیرهای امن اسکان مجدد این قشر را باز کنند. در گزارش اشاره شده که وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان غیر قابل تحمل شده و آنان روزانه با بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به اخراج مواجه هستند. و در خارج از کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر حل مسئله غزه تاکید کرده و گفت که تشکیل دو دولتی راه حل حساسی قضیه فلسطین است و گفت که موضوع این باریکه پیچیده است و حکومت باید به فلسطینی ها واگذار شود. در همین حال سخنگوی سازمان ملل از کارشکنی دوامدار اسرائیل در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه انتقاد کرد. پس از ناکامی‌های پیاپی اسرائیل در تحقق اهداف جنگ غزه، دونالد ترامپ ابتدای ماه میزان طرح 20 بندی آتشبس را ارائه کرد. سپس اسرائیل و حماس 16 این ماه این طرح را امضا کردند و توافق صلح غزه 21 میزان با حضور 20 کشور
در شرم الشیخ نهایی شد. با وجود شکننده بودن، مرحله نخست توافق همچنان ادامه دارد و حماس اعلام کرده که تاکنون به تمام تعهدات خود پایبند بوده است. هرچند مرحله اول توافق شکننده است، اما اکسیوز به نقل از چند مقام امریکایی گزارش داده که ترامپ قصد دارد پیش از فرارسیدن کریسمس مرحله دوم طرح خود درباره غزه را اجرایی کند. مرحله دوم توافق شامل خروج نیروی اسرائیل از بخش عمده اراضی غزه، استقرار یک نیروی بین المللی حافظ صلح و ایجاد یک ساختار حکومتی جدید در این منطقه خواهد بود. شورای صلح به ریاست ترامپ قرار است ریاست این ساختار حکومتی را نیز بر عهده بگیرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با یک رسانه هندی موضوع غزه را پیچیده دانست و گفت که حکومت باید به فلسطینی ها واگذار شود. فلسطین یک مسئله پیچیده است و نمیتوان آن را در عرض چند ماه با کلیک کردن در روی یک دکمه حل کرد. از سوی هم استفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل با انتقاد شدید از کارشکنی دوامدار اسرائیل در مسیر ارسال کمک‌های بشری به غزه، خواستار احترام کامل همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس در این منطقه شد. وضعیت انسانی در غزه بحرانی است و هر گونه تأخیر یا جلوگیری از رسیدن کمک‌ها عواقب جبران ناپذیری برای غیر نظامیان خواهد داشت. جامعه جهانی انتظار دارد که تمام موانع از پیش پای کمک‌های بشردوستانه برداشته شود. همچنان وزارت صحت فلسطین از نقض مکرر آتشبس غزه از سوی اسرائیل انتقاد کرده و گفته که از زمان آغاز آتشبس تا کنون 366 تن در پی حملات اسرائیل جان باخته و 938 تن دیگر زخمی شدند که آمار جان باختگان غزه به بیش از 71,000 تن رسیده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.